سلام دوست من، بیا با هم به گذشته سفر کنیم، به زمانی که تاریخ هنوز داشت شکل می گرفت. امروز می خواهم داستان یکی از بزرگترین مردان تاریخ را برایت تعریف کنم. کسی که نامش هنوز هم با احترام در گوش زمان طنین انداز است. کوروش کبیر. تصورش کن. حدود 2500 سال پیش در دشت‌های پارس کودکی به دنیا آمد که سرنوشتش این بود که جهانی را تغییر دهد. کوروش پسر کمبوجی شاه پارس و ماندانا شاهزاده ماد بود. از همان کودکی نشانه‌های بزرگی در او دیده می‌شد. شجاعت، هوش و مهربانی‌اش زبان زد بود. روزی رسید که کوروش تصمیم گرفت به ظلم و ستم پایان دهد. مادها تحت فرمان آستیاگ پادشاهی داشتند که ظالمانه بر مردم حکومت می‌کرد. کوروش با تدبیر و بدون خونریزی زیاد مادها را شکست داد و اولین قدم را برای ساختن امپراتوریش برداشت. اما این تازه آغاز بود. کوروش کسی نبود که فقط به قدرت فکر کند. او می‌خواست دنیایی بسازد که در آن مردم آزاد و خوشبخت باشند. به همین خاطر قوانین و اصولی را پایه‌گذاری کرد که نمونه‌اش تا آن زمان دیده نشده بود. یکی از بزرگترین اقدامات او آزاد کردن قوم یهود از اسارت بابل بود. آنها را با احترامه به سرزمینشان برگرداند و به همین دلیل حتی در کتاب مقدس هم از او با نیکی یاد شده است. کوروش به زبان ها و فرهنگ های مختلف احترامه میگذاشت و اعتقاده داشت همه مردم فارغ از دین و نژادشان حق دارند در صلح و آرامش زندگی کنند. همین نگاه انسانی اش بود که باعث شد او منشور حقوق بشر را بنویسد. چیزی که امروز به آن افتخار می‌کنیم و در سازمان ملل نگهداری می‌شود. متاسفانه روزگار مجال بیشتری به او نداد. کوروش در یکی از جنگ‌ها کشته شد، اما میراثش هرگز از یاده نرفت.